سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان درباره امانت حرف خواهیم زد. بعضی مردم به دست بعضی مردم امانت هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. صدق الله العظیم. ترجمهش این که آیا آنان رحمت پروردگار را در تقسیم میکنند حال آنکه ما روزی آنها را در این زندگی دنیا میانشان تقسیم میکنیم و بعضی را به مرتبه بالاتر از بعضی دیگران قرار داده ایم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها جمع میکنند بهتر است. دوستان ما از این آیت فهمیدیم که تمام رزق به دست خداوند است. خداوند تقسیم میکند و بعضی مردم را رزقش را کم و بعضی را بسیار. و ما فهمیدیم که خداوند بعضی مردم را بای آفرید و مرتبه آنها را بالاتر آفرید تا آنکه به کار گیرند به خدمت گیرند کسانی که پایانتر است. پس کسانی که صاحب منصب صاحب کارخانه ها بای هستند، خداوند شما را اینچنین آفرید و زیر دستان شما را کمبغل آفرید که تا به شما خدمت کنند. بس این مردمی که زیر دستان شما هستند اینها به دست شما امانت هستند. بر امانت خیانت نکنید. شما وقتی که یک کمبغل رو میبینید متکبرانه نگاه نکنید. این خداوند اینطوری رزق شما رو در بین شما تقسیم کرد. شما بالعکس رحمدل باشید، در زیر دستان خود رحم کنید و شما کوشش کنید که این مردم ما سطح زندگی اینها بالا برود، نه اینکه شما کوشش میکنید که اولی که اینها رو کمتر بدهید تا اینکه درآمد شما بسیار شود. همه ما میدونیم که شما پیش از مسئولیت گرفتن یا صاحب یک کارخانه شدن سطح زندگی شما تا کدام درجه بود. پس از آن که شما مسئول شدید یا رئیس کارخانه شدید میبینیم که صاحب ماشین‌های و صاحب خانه‌های کلان شدین. اینها هر یک اینا حساب کتاب دارد. شما کوشش میکنید اولی که آنها رو کمتر بدهید. بالعکس شما رحمدل باشید بر هموطنان خود. شما کوشش کنید که سطح زندگی مردم ما بالا برود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن در حدیث من لا یرحم لا یرحم. کسی رحم نمی کند رحم کرده نمی شود. خداوند در او رحم نمی کند. و دیگر این که ای حکومتداران تاجیکستان، میلیون ها هموطن ما و شما در روسیه در مهاجرت هستند. اینها در دست شما امانت هستند. در امانت خیانت نکنین. خاصتا الان حالت مهاجران در خطر است. آنها با امیدی که حکومت تاجیکستان پشت و پناه میگیرد و کمک میکند به اینها و آنها با امیدی که کار آنها آسان شود، آنها گراژانس گرفتن و مشکلات پتن آسان شود، گراژانس گرفتن، ولیکن این نجسی پلید کله‌زردها اینها رو به جنگ روسیه مجبوری میفرستد. پس شما کار کنید که اینها به جنگ اوکراین نروند. شما کمک کنید به این هموطنان خود. اینها امانتند در دست شما. در امانت خیانت نکنید. روز قیامت دست پای شما رو زنجیربند در نزد الله میبیارند. اگر یک بیزنسمن در زیر دست او 10 شخص کار میکند، پس او بر این 10 سوال شخص جواب میدهد، پس او آزاد میشود. ولیکن حکومتداران شما با این میلیون ها مهاجرانی که در روسیه هستند در این شما سوال آنها جواب میدهید. پس از خدا بترسید. بر اینها ظلم نکنید. رحم کنید بر هموطنان خود. ظلم نکنید. اگر شما روز قیامت با ظلم که خستید حالت شما وزمین می شود. حساب کتاب شما دشوار می شود. خداوند غافل نیست از آنچه که شما میکنید. پس غم این هموطنان خود رو بخوریم. این هموطنان ما که در روسیه رفته کار میکنند، اینها در امیدن که تاجیکستان حمایت میکند این حقوق اینها را و پشت و پناه میگیرد. اینها امانتند در دست شما. از خدا بترسین. و کسانی که در روسیه پسریدنی که کار میکنند یا با مردم کار مییابند، شنیدم که بعضی اینها هم کیدت میکنند، فریب میکنند هموطنان خود را. شما هم از خدا بترسین. اینها امانتند در دست شما. برای یک
پول و مال شده فریب نکنید، دنیای خود رو نفروشین. و چطوری که خداوند در آخر آیت گفت رحمت پروردگار شما بهتر از آنچه که شما جمع میکنید از پول و مال. پس رازگی الله را جویید و رحمت الله را طلب کنید. روز قیامت روز دهشت است. و دیگر این که خداوند میگوید که الرجال قوامون علی النساء، ای مردها، خداوند شما رو مرد آفرید و همسران شما را ضعیف آفرید و شما رو مسئول آفرید بر سر همسران خود و بر سر عائله خود. پس این زن و فرزندان شما به دست شما امانت هستند، در امانت خیانت نکنین. بعضی رو من میشنوم که به چایخانه میروند، آش میخورن، ششلیک میخورن، همسران اینها در خانه نان خاک میخورن. و بعضی مردها به روسیه میروند، در آنجا در راحتند و همسران اینها در تاجیکستان در مشقت هستند. شما از خدا بترسین، اینها در دست شما امانت هستند. و خاصتا بعضی مردها دختر دارند، این یک گل هست که امانت بر دست شما. فکر دختران خود کنین، تربیت صالحه بدهین. این دختران شما در دست شما هم امانت هستند. بعضی مردها میروند روسیه، هیچ پروایی ندارند به همسران خود و به دختران خود. این امانت است بر دست شما. روز قیامت بر این سوال هم جواب میدهید. شما در امانت خیانت نکنین. و من میفهمم که بعضی مردم ما مجبورن به روسیه کار میروند، زیرا که این بایگری تاجیکستان این کله‌زردا غصب کرده گرفتن. ما مجبور هستیم که به روسیه رفته کار کنیم. الله خداوند دعا میکنم که خداوند مردم ما را حفظ کند و سربلند به تاجیکستان برگرداند و کار مهاجران را آسان بگرداند. الله آمین. و در آخر گفتنی هستم که ای دوستان، نگاه کنید، خداوند بعضی مردم را کمبغل آفرید، دهقان و مردکار دیگر، و بعضی را صاحب مال آفرید. پس امتحان کند بعضی را به بعضی. پس شما وقتی که یک کمبغل را میبینید رحمدل باشید. اینها هموطن ما و شما هستند. خداوند اینها را رزقشون کم آفرید. شما متکبر نباشید. هم نگاه میکنم که یک تاجیکستان یک سیستم دارد که بوی شده رفته ایستاده است، کمبغل. این چه یک ترتیبی در تاجیکستان هست؟ نیوژل یک مرد پیدا نشود که سطح زندگی مردم تاجیکستان رو بالا ببرد؟ ما از ناچاری گرجنس گرفتیم که کار ما آسان شود و این پلیدی کله‌زردان نگاه کنید بر ما چی معامله دارند. تاجیکای شهری نر بسیارند که نیوژل در بین اینها یک مرد پیدا نشود که دستگیری کند این هموطنان خود را. یک صفت پیامبر ما این بود که او کمبغلا را دوست می‌داشت. شما روز قیامت میخزید با چطوری با پیامبر اکرم روپرو میشید. او کمبغلا را دوست می‌داشت و شما کمک نمیکنید در زیر دستان خود. وقتی که با ظلم روز قیامت خستین، حالت شما وزبین است. پس از خدا بترسید، در امانت خیانت نکنید. این مردم زن و مردانی که در تاجیکستان هستند، اینا امانت هم در دست شما.